سوخوی 57 گزینه‌ای که به راحتی نمیتوان از کنار اون گذشت، تا که ویژگی‌های جذاب این جنگنده روسی به شدت اون رو برای نبردهای سنگین آمادش میکنه. خب جدیدترین و پیشرفته ترین نسل پنجم روس‌ها یک سری ویژگی‌های جذابی داره که در واقع با خرید این جنگنده میتونه به شدت در آینده صنعت هوانوردی ایران مورد استفاده قرار بگیره. سلام به یوزمگ، خوش اومدید. اینجا دقیقاً نقطه آغاز یک سفر جذاب در دنیای دانستنی‌های نظامی است. خوش اومدید. اما سوال مهم اینجاست که 3 دلیل جذاب برای خریدن سوخوی 57 چی هست و ما در این ویدیو قراره به بررسی یک به یک این ویژگی‌های جذاب به صورت تخصصی بپردازیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید و راستی با لایک و سابسکرایب هم از ما حمایت کنید. سوخوی 57 به عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین جنگنده های نسل پنجم دنیا شناخته میشه. جالبه که بدونید توجه بسیاری از کشورها رو به سمت خودش جلب کرده، اما چرا این جنگنده تا به الان با اینکه حتی تولید انبوه اونچنانی هم نداشته اما همچنان علاقه‌مندان زیادی داره؟ خب برسیم به اولین موردش. پنهانکاری بی‌نظیر این جنگنده یکی از دلایلیه که بسیاری از کشورها همچنان علاقه‌مند به خرید هستند و تو صف خریدش قرار دارن. البته نکته جالب اینجاست که رادارگریزی فوق‌العاده این جنگنده برمیگرده به یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوخوی 57 پاکفا. طراحی خاص اون برای کاهش سطح مقطع راداری، یعنی رادارهای دشمن سخت‌تر میتونن این جنگنده رو شناسایی بکنن. خب در دنیای واقعی این عملیاتش تست شده و عملاً در جنگ روسیه و اوکراین بارها این جنگنده در همجواری با مرز اوکراین اقدام به شلیک موشک‌های هوا به هوا یا حتی هوا به زمین کرده. البته نکته جالبتر اینجاست که تا به امروز هیچ کدوم از رادارهای غربی یا رادارهای اوکراینی به طور قطعی نتونستن جنگنده پاکفای روسی رو شناسایی بکنن. البته مواد جاذب راداری هم در واقع ساخت این جنگنده رو کمی سخت و سنگین کرده. فناوری‌های به کار رفته در بدنه این جنگنده با استفاده از مواد خاصی که در واقع امواج راداری رو جذب میکنه و بازتاب اونها رو کاهش میده باعث شده که تا پنهانکاری سوخوی 57 به حد اکثر خودش در دنیای نسل پنجم ها برسه. البته در کنار همه این موارد برای پنهانکاری بی‌نظیر شکل آیرودینامیکی یا طراحی آیرودینامیکی خاص این جنگنده به همراه شکل خاص بالها، بدنه و سایر قسمت‌های هواپیما هم به گونه‌ای طراحی شده که امواج رادار رو به اطراف پخش میکنه و از بازتاب اونها به سمت منبع یا رادار اصلی جلوگیری میکنه. پنهانکاری بی‌نظیر سوخوی 57 به نوبه خودش یکی از مهمترین رکن‌های اصلی قرارگیری این جنگنده در رقابت‌های نسل پنجم هاست. رادارگریزی فوق‌العاده، مواد جاذب راداری و طراحی آیرودینامیکی در کلیت این جنگنده باعث شده تا پنهانکاری بی‌نظیری رو داشته باشه. اما اگر قرار باشه به صورت تخصصی تر به رادارگریزی و در واقع پنهانکاری این جنگنده برسیم، اینطور میتونیم بگیم که یکی از برجسته ترین ویژگی‌های سوخوی 57. البته طراحی خاص اون برای کاهش سطح مقطع راداری انجام شده، یعنی رادارهای دشمن سخت‌تر میتونن این جنگنده رو شناسایی بکنن. نمونه بارز این موضوع رو در جنگ روسیه و اوکراین میتونیم ببینیم. جالبه که بدونید در جنگ روسیه و اوکراین بارها این جنگنده به صورت واقعی در مرحله عملیاتی قرار گرفته و اقدام به شلیک موشک‌های هوا به هوا و حتی هوا به زمین کرده و عملاً هیچ کدوم از رادارهای غربی یا اوکراینی به طور قطعی نتونستن این جنگنده رو به عنوان سوخوی 57 در صفحه راداری خودشون شناسایی بکنن. جالبه که بدونید این ویژگی‌های جذاب سوخوی 57 رو به یک شکارچی بی صدا و مرگبار تبدیل کرده. البته در کنار همه اینها مواد جاذب راداری هم در واقع میتونه امواج رادار رو جذب کنه و بازتاب اونها رو کاهش بده. این ویژگی پنهانکاری پاکفا رو به حد اکثر خودش در نسل پنجم ها میرسونه.
اما در کنار همه اینها طراحی آیرودینامیکی این جنگنده به واسطه طراحی خاص بالها، بدنه و سایر قسمت‌های هواپیما به گونه‌ای طراحی شده که امواج راداری رو به اطراف پخش میکنه و از بازتاب اونها به سمت منبع یا رادار اصلی جلوگیری میکنه. خب تسلیحات متنوع و قدرتمند هم یکی از دلایل بسیار مهم برای خریدن سوخوی 57 است. موشک‌های هوا به هوا و هوا به زمین در کنار بمب‌های هوشمند و توپ داخلی، همه اینها تونسته این جنگنده خطرناک روسی رو تا دندون مسلح در میدان جنگ بکنه. جالبه که بدونید سوخوی 57 پاکفا امکان حمل تمام تسلیحات هوا به هوای روسی رو داره، از سری موشک‌های هوا به هوای خاص 101 که در واقع یکی از دوربردترین سری موشک‌های روسی هستن که در واقع میتونه با دقت بسیار بالایی اقدام به شلیک اونها بکنه تا بمب‌های هوشمندی که عملاً تا لحظه برخورد به هدف همچنان حفظ موقعیت رو انجام میده. تسلیحاتی که سوخوی 57 پاکفا با خودش حمل میکنه در واقع کمک گرفته از هوش مصنوعی هم در زمان درگیری هست. جالبه که بدونید حتی اگر خلبان مشغول درگیری با سایر جنگنده ها باشه، به صورت خودکار و پیشفرض جنگنده با استفاده و کمک هوش مصنوعی میتونه با سایر اهداف به صورت خودمختار مقابله بکنه. این ویژگی جنگنده سوخوی 57 رو واقعاً خطرناک و زهرآگین در میدان جنگ میکنه. البته در کنار همه اینها و قدرت اصلی برمیگرده به مانورپذیری بسیار بالا و موتورهای قدرتمندی که میتونه در هر لحظه‌ای جهت جنگنده رو عوض بکنه. موتورهای قدرتمند، سیستم کنترل پرواز پیشرفته و قابلیت ابر مانور، همه اینها یک پک بسیار فوق‌العاده‌ای رو در سیستم رانش جنگنده ایجاد میکنه. خب سوخوی 57 به موتورهای ساترن AL41 مجهز شده. جدیدترین موتور روسی که عملاً اون رو میتونیم یکی از بهینه‌ترین موتورهای ساخته شده به دست کارخونه سوخو بدونیم. سیستم کنترل پرواز پیشرفته این جنگنده به خلبان اجازه میده تا مانورهای بسیار پیچیده رو با دقت بسیار بالا و کمک هوش مصنوعی انجام بده. البته در کنار همه اینها به طور خلاصه هم اینطور میتونیم بگیم که یکی از پیچیده ترین نسل پنجم‌های دنیا در کشور روسیه ساخته شده. میگیم که سرمایه‌گذاری ایران بر روی این جنگنده اصلاً سرمایه‌گذاری اشتباهی نیست و میتونه مثل نمونه‌های نظیر چین آغازی بر تولید جنگنده‌های پیشرفته باشه. نظرتون رو برای ما به اشتراک بذارید و راستی اگر از علاقه‌مندان دانستنی‌های جذاب نظامی هستید پیشنهاد میکنم سابسکرایب داشته باشید تا ما رو در فضای بی‌نهایت یوتیوب گم نکنید. با امید دیدار و با امید روزی روشن، خدا نگهدار.